درود بر شما دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. مطالبی که امروز بیان میشه خطر اسپویل داره، پس اگر این داستان و این رمان رو نخوندین این ویدیو رو تا آخر نبینید. خب بچه‌ها، داستان امروزمون در مورد ملکوت هست از بهرام صادقی، نویسنده مطرح ایرانی. کمی در مورد این کتاب با هم دیگه صحبت بکنیم تا بتونیم رویکردهای خاصی رو در طی این رمان بررسی بکنیم. این رمان مثل رمان بیگانه آلبر کامو با یک کوت معروف شروع میشه. توی بیگانه کوت معروفمون این بود که مادرم امروز مرد، شاید هم دیروز، نمیدانم. و یک کوت کوبنده‌ای هست که خواننده رو به فکر فرو میبره که آیا این شخص چه رویکردی داشته که اینجوری شروع کرده. بهرام صادقی هم همینطور یک جمله معروفی رو شروع کرده برای این کتاب و اون همینه که در ساعت 11 شب چهارشنبه آن هفته جن در آقای مودت حلول کرد. ساعت 11 شب چهارشنبه اون هفته جن در بدن آقای مودت حلول کرد. وقتی شما این رو میخونین به این فکر میکنین که داستان قراره چه کانسپتی داشته باشه و چه رویکردی رو قراره پیش ببره. آیا این داستان واقعی هست، واقعی نیست، چقدرش واقعی، چقدرش بر اساس دیدگاه های اون نویسنده هست، آیا واقعیت داره یا خیر. همین کوت معروف نشون دهنده اینه که با داستان شاید برای اون واقع گرایان، کسایی که واقع گرا هستن، با یک داستان واقعی مواجه نیستیم، بلکه با یک داستان تخیلی مواجه هستیم. در ادامه همینجور که ما داستان رو در نظر میگیریم، کانسپت های مختلف نشون میده که داستان ما سورئال هست، فراتر از واقعیت هست. مثل شخصیت اصلی داستانمون دکتر حاتم که نیمی از بدنش جوان و نیمی از بدنش فرسوده و پیر هست. این نشان دهنده اینه که داستان ما کمی از واقعیت به دوره و داستان ما از آقای مودتی شروع میشه که جن در بدنش حلول کرده. دوستانش که یک منشی جوان، یک مرد فربه و یک مرد ناشناس هست، این فرد رو، این آقای مودت رو میبرن پیش دکتر حاتم که دکتر شهر هست برای مداوا که ببینن آیا باید چی کار بکنن. دکتر حاتم ما گفتیم شمالش چجوری هست، همیشه یک ردای مشکی پوشیده و حتی کاملا مشخص نیست انسانه یا شیطانه، هیچی ازش مشخص نیست. داستان ما داستان سمبولیسمی هست که نمادگرایی رو سلوحه خودش داره. من یه سری نوت اینجا نوشتم که از این نوت ها میخونم گاهن که فراموش هم نشه و این کلید واژه‌ها بتونه کمک بکنه که سری داستان رو فراموش نکنیم. ما نماد اولی که داریم دکتر حاتم هست، نماد مرگ و شیطانه و همچنین ما نماد دیگری داریم در ادامه داستان، آقای میله یا میملام بهتره بگیم، که نماد انسان گناهکار که به عنوان، حالا میشه گفت، نماینده تمام بشریت هست. داستان کمی برمیگرده به قبل، به داستان آدم و حوا و اخراجشون از بهشت و گناهی که مرتکب شدن تا بعد از اون گناه قابیل و غیره، و میبینیم که انسانها در بطن خودشون این شر و گناه رو دارن. ما دو شخصیت دیگه توی داستان داریم. آقای ناشناسمون هست، مرد ناشناس هست که هیچ چیزی ازش نمیدونیم، فقط میدونیم ساکته، هیچی نمیگه و فقط با یک نگاه تمسخرآمیزی همه رو نگاه میکنه که نشان دهنده ضمیر ناخودآگاه دکتر حاتم هست. و همچنین کس دیگه توی داستان هست، شوکو که شوکو یک میشه گفت که برده هست، یک نوکر هست، نوکر آقای میملام که این خدمتکار همیشه کنار آقای میملام هست، از زندگی میملام خبر داره و حتی میملام شوکو رو لال میکنه، زبانش رو میبره که نتونه چیزی بگه و اون رو خفه میکنه از لحاظ اینکه نتونه هیچ حرفی بزنه. و اون ضمیر ناخودآگاه و وجدان آقای میملام هست که با خفه کردنش باعث میشه که ما اینو در نظر داشته باشیم که آقای میملام وجدانش رو خفه کرده و اجازه نمیده که صحبت بکنه. تا اینجای داستان همه اینها رو گفتیم. ما میبینیم که توی داستان آقای دکتر حاتم
آمپولی رو داشتن که به تمام مردم شهر تزریق کرده بودن که این افراد رو جاودانه کنن، عمرشون رو طولانی تر بکنن و از لحاظ میل جنسی اینها رو تواناتر بکنن و تمام مردم شهر اومده بودن این رو استفاده کرده بودن و در ادامه داستان می‌بینیم چه کسان دیگری هم استفاده خواهند کرد. دکتر حاتم میگه که ددلاین یا ضرب العجل عمل کرده این آمپول 7 روزه و بعد از 7 روز افراد میمیرن و شهر تبدیل به قبرستان میشه که بوی تعفن همه جا رو برمیداره. چرا 7 روزه؟ جهان در دنیای اسلامی همونجور که گفته شده جهان رو خدا در 7 روز خلق میکنه و همونجور که ما 7 طبقه بهشت و جهنم و این چیزها داریم و کلا عدد 7 یه جورای عدد مقدسی هست برای ما و مرگ هم اینجا به معنای یک کانسپت مقدس شاید میتونیم بگیم هست، هرچند شر رو در خودش داره. پس بعد از 7 روز افراد میمیرن، کشته میشن و غیره. تمام اینها به کنار، در انتهای داستان میبینیم که آقای دکتر حاتم به آقای ناشناس، یعنی به تمام اون افراد، آقای مودت، آقای ناشناس و منشی جوان میگه که این آمپول رو من به شما تزریق کردم و باعث شده که شما بعد از 7 روز بمیرید. و در انتهای کوت خیلی قشنگی داشتن، دقیق یادم نیست، یک کلیت یادم هست، اونم اینه که دکتر حاتم به منشی جوان میگه که تو درسته تا آخر اون زمانی که میخواستی زنده نیستی و جاودانه نیستی، ولی در همین یک هفته‌ای که وقت داری میتونی بهترین زندگی رو بکنی، میتونی بهترین کتاب‌ها رو بخونی، بهترین نوشیدنی رو بخوری، بهترین غذا رو بخوری و غیره. و این خیلی زیباست که این کوت رو اومدن توی این کتاب به کار بردن که حتی در زمان کوتاه شما میتونید زندگی بکنید در صورتی که حتی بهش فکر نمی‌کنید. تمام اینها رو گفتیم و ما یک جایی از داستان بالای مطلب دکتر حاتم نوشته که اگر میخواید وارد بشید بدون آگاهی وارد بشید، یعنی هیچ دانایی نداشته باشید، که بعدن یک الوژن یا تلمیحی داره به حالا داستان‌های یونانی و اینها که توی خود داستان توضیح داده، توی خود رمان توضیحش داده. نادانی و ناآگاهی چیزیه که توی داستان خیلی ملموسه و افراد باید ناآگاه باشن. اگر آگاه باشن دکتر حاتم نمیتونه اونها رو به اون چیزی که میخواد و اون چیزی که به فکرش هست برسونه. یکی از کانسپت هایی که توی داستان وجود داره عقیم بودن آقای حاتم هست، دکتر حاتم هست. این عقیم بودنش باعث شده که حتی شاید بگیم که این مرگ و میرها، این کشتارهایی که داره پیش میره به خاطر همینه که دکتر حاتم بچه‌ای نداشته. دکتر حاتم اگر اشتباه نکنم 6 تا همسر داشته و 6 تاشون رو کشته و آخری رو هم میکشه و همچنین کسانی که می اومدن پیشش و علم طب و غیره رو یاد بگیرن میکشته و تبدیلشون میکرده به صابون. یه تلمیحی به حتی هولوکاست هم داره، خیلی زیباست این. تمام اینها گفته شد که در نهایت بهتون معرفیش کنم ملکوت رو، مطالعهش بکنید، پشیمون نخواهید شد، چون داستان کاملا سورئال و رئالیسم جادویی هست که هیچ موقع فراموشش نخواهید کرد. امیدوارم ازش لذت ببرید و این جلسه‌ای که گذاشته شد، این ویدئویی که آپلود شد رو بتونید در طی کتاب استفاده بکنید ازش و صحبتایی که شد رو، اون رگ و ریشه ها رو توی کتاب دنبالش بگردید. این کتاب درست 112 صفحه است اما آروم بخونیدش، لذت میبرید ازش. امیدوارم روزگارتون خوش باشه. بدرود.